چگونه امروز بعضی از ظالمای ما هم دست در بالای روی مال دخترامان میزند و از بالای سرشان کشیده میگیرد. این ممکن نیست. فقط دلیل چی است؟ ممکن نیست. الله حکم دارد. در صنف 9 و 10 اگر حامله‌دار شود ممکن است. اگر پدر و مادرش در خجالت و شرمندگی و در بی‌آبرویی قرار دهد ممکن است. اگر تمام بدن او را چه اهل مکتب چه اهل کوچه تماشا کند ممکن است. فقط بالای سر او در روی مال ممکن نیست. از خدا ترسیدن در کار. این ظلم است. حرام است. پروردگار ظلم حرام اعلان کرده است. پرسید کنی حبشستان برای من حکایه کنید چیها دیدین؟ صحابای پیغمبر چی گفتند؟ گفتند ما یک منظره عجیب دیدیم. ای حبیب خدا اگر اجازت باشد باید نقل کنیم. گفتند نقل کنیم. گفتند منظره عجیب این است که روز یک زن بالای سر کوزه داشت که کوزه پر از آب بود. وقتی با کوچه میگذشت بناگاه یک جوان آمد و از دست این زن داشت و دست او را تاب داد به سوی قفا و یک ضرب دیگر در کوزه این زن زد و کوزه در زمین زد. این زن در جواب این مرد چه گفت؟ گفت ای مرد، گفت تیاری تا ببین روز قیامت وقت پروردگار کرسی خدا میزند و اونجا قضاوت و حکم در دست پروردگار می آید، اونجا این معامله که با من کردی تو جوابش پیشگاه خدا را میگویی. ببینین حبیب خدا وقتی این سخن میگه شنید گفت این مادر حق گفتند. روز قیامت حقی مظلوم از حق ظالم گرفته میشه.